بیمه بازاریای عزیز سلام. امروز میخوام در مورد یه موضوع مهم اما اغلب پیچیده صحبت کنم. اصول اساسی بیمه. درک این اصول به ما کمک میکنه که نه تنها بیمه نامه بهتری بخریم بلکه با دید بازتری از خدمات بیمه استفاده کنیم و بدونیم حقوق و تعهدات ما چیه. بیمه فقط یه قرارداد نیست، یه سیستم هوشمنده برای مدیریت ریسک‌های مالی که بر پایه محکمی از اصول بنا شده. حالا میخوام بهتون بگم که این سیستم چطور کار میکنه و بر چه پایه‌های استواره. اصل اول حسن نیت. این از ستون فقرات تمام قراردادهای بیمه است و از همه مهمتره. اصل حسن نیت به این معنیه که هر دو طرف قرارداد یعنی بیمه گذار و شرکت بیمه باید تمام اطلاعات مهم و مربوط رو به صورت کامل و صادقانه به هم ارائه بدن. در تعهدات بیمه گذار شما باید تمام حقایق مربوط به ریسک رو اعلام کنید، یعنی در فرم بیمه عمر همه اطلاعات بیماری‌های قبلی رو بگید یا در بیمه‌های اتومبیل همه خسارت‌ها و تصادفات قبلی رو اعلام کنید. در تعهدات شرکت بیمه هم شرکت بیمه موظفه تمام اطلاعات مربوط به هزینه‌ها، استثناءات و همچنین شرایط پرداخت خسارت رو بدون هیچ گونه ابهامی به صورت روشن بیان کنه. در نهایت اگر یکی از طرفین از روی سوء نیت بخشی از اطلاعات رو پنهان کنه میتونه منجر به ابطال قرارداد بیمه نامه بشه و در صورت ایجاد خسارت هیچ گونه مبلغی پرداخت نمیشه. مهمترین اصل در کل بیمه ها اصل غرامته. طبق این اصل بیمه نباید باعث سودآوری بیمه گذار بشه. هدف اصلی بیمه جبران خسارت وارده است، نه کسب سود برای بیمه گذار. این یعنی که بیمه گذار بعد از دریافت خسارت باید به حالت قبل از خسارت برگرده. اصل جانشینی. اصل جانشینی یه اصل حقوقی مهم در بیمه هاست و میگه که وقتی شرکت بیمه به شما خسارت رو پرداخت میکنه حق دریافت غرامت از مقصر از شما سلب شده و به شرکت بیمه منتقل میشه. در واقع شرکت بیمه جای شما رو میگیره. برای مثال فرض کنید در یک تصادف راننده مقصر به خودروی شما آسیب میزنه و شرکت بیمه بدن خسارت شما رو پرداخت میکنه. بعد از پرداخت خسارت شرکت بیمه این حق رو داره که از راننده مقصر شکایت بکنه و خسارت رو برگردونه. این از پرداخت مضاعف خسارت به بیمه گذار جلوگیری میکنه و در واقع باعث برقراری عدالت میشه. اصل نفع بیمه پذیر. این اصل مهم به این معنیه که شما برای بیمه کردن یک چیز باید در بقای اون نفع مالی و اقتصادی داشته باشین. یعنی اگر اون از بین بره یا دچار خسارت بشه شما دچار ضرر و زیان مالی میشین. برای مثال شما میتونید ماشینتون رو بیمه کنید چون اگر آسیب ببینه دچار ضرر و زیان مالی میشید. همچنین میتونید خونه و کسب و کارتون رو بیمه کنید. حتی در بیمه عمر هم نفع بیمه پذیر وجود داره چون شما زندگی خودتون رو برای خانواده‌تون بیمه میکنید، چون اگر شما فوت کنید خانواده‌تون دچار ضرر و زیان مالی میشن. این اصل میگه شرکت‌های بیمه تنها باید خسارت‌هایی رو جبران کنن که در اثر علت اصلی و مستقیم حادثه به وجود اومدن، نه خسارت‌هایی که غیر مستقیم و جانبی هستن. برای مثال فرض کنید یه فروشگاه دچار آتش سوزی میشه و در اثر آتش سوزی سقف فروشگاه فرو میریزه و به وسایل آسیب میزنه. شرکت بیمه خسارت رو جبران میکنه. اما اگه یه دزد از این فرصت استفاده کنه و فروشگاه رو مورد سرقت قرار بده، خسارت سرقت رو شرکت بیمه پرداخت نمیکنه چون علت اصلی این سرقت نه حادثه آتش سوزی. همونطور که دیدید بیمه فراتر از یک قرارداد ساده است و بر پایه محکمی از اصول بنا شده. درک بهتر این اصول به شما کمک میکنه که هم بیمه نامه رو بهتر بشناسید، هم از خدمات بیمه به صورت آگاهانه تری استفاده کنید. و در مواقع لزوم چه انتظاراتی باید از شرکت بیمه داشته باشید؟ پس بعد از این قبل از اینکه بیمه نامه رو امضا کنید بدونید که این اصول پشتوانه اون بیمه است.